چرا؟ چی میبینی؟ کوه یخ جلو بوده داره میخوره بهش. تنها و بیرون دریایی که روزی زیر پاش بود پر از بیدردای مرفع، عازم سفر گشت و گذار بود، بی پروا و مغرورانه میرفت تو دل شب تاریک. اینه قصه فنا ناپذیر کشتی معروف تایتانی. اما یک شب سرد همه چی انگار عوض شد، صدای مشتداری و آژیر زنگ خطر شد. اون همه غرور شکست با دستای بیرحم دریا، رفت و نشست و آغوش سیاهی بی کس و تنها. حالا بعد این همه سال خاطراتش رخنه کرده، گرفته خواب و از رستنها راوی قصه ما. یه آینه که پر از حرفای سر به مهره با خودش برد جوونیشو به اعماق دریا. اما یک شب سرد همه چی انگار عوض شد، صدای مشتداری و آژیر زنگ خطر شد. اون همه غرور شکست با دستای بیرحم دریا، رفت و نشست و آغوش سیاهی بی کس و تنها. صدای سوت کشتی، فریادهای دور، تصویری از شکوهی که شد محکوم به گور. در اعماق این سکوت تاریخ خوابیده، رازهای ناگفته‌ای که دریا بلعیده. تنها و ویرون زیر آبهای سرد، قصه ای که هرگز از یادها نرفت. تایتانی